دوستانی عزیز، این مراجعتم به شما و به مسئولین در حکومت هم هست. مطمئن باشید که ما خیر شما رو میخواهیم. گاه سخت میگیم، گاه تلخ میگیم، گاه با کنایه و با شکایت و با درد میگیم، ولی ما خیر این ملت رو میخواهیم، خیر این کشور رو میخواهیم، خیر شما رو هم میخواهیم. میخواهیم که با هم در یک فضای صلح و دوستی و آرامی زندگی کرده باشیم و اون کسانی که در بیرونند، شاید حالا حرف ما رو بشنوند یا بعداً میشنوند، شاید ناراضی باشن از ما، مطمئن باشد که اکثریت آنها، 99% آنها هم خیر همین کشور و ملت رو میخواهند و اون درد و علمی که کرده ایستادن به خاطر اون مشکلاتی هست که آنها گرفتار هستند، نه به خاطر اون است که اون هزارها جوانی که امروز میخواهند اعتراض کنند همه آنها پرزیدنت شوند، همه آنها وکیل شوند. اونها میخواهند که آزادانه زندگی کنند، آرام باشند، در وطن خود کار زندگی کنند. خسته شدن از هجرت، خسته شدن از دور بودن از زن و فرزند و پدر و مادر. وقتی که شما اون توسط رادیوی زیلا یا هر برنامه دیگر، فیسبوک، حرف دل آنها رو بشنوید و خودتون رو در جای آنها تصور کنید، بعد میفهمید که چرا آنها پرزیدنت رو تنقید میکنن، چرا کبیری رو تنقید میکنن، چرا از سیاست‌های صبر و تحمل نهضت ناراضی هستند. یک مرتبه خودتون رو در جای آنها تصور کنید، بعد میفهمید که چرا اینها به این حد اعتراض رسیدند. یک جوان رو طولانی هم شود، حرف همون جوان رو برایتان بگویم که به پدرش نامه فرستاده است که پسرم بس کنین اعتراضهایت را و پیروی از فلان گروه های نادرست را، برگرد به تاجیکستان، دیگر همه مال و ملکم رو، خانم رو میفروشم و خانه دارت میکنم، زنت میتیم در همینجا جای کار پیدا میکنی. وعده دادم که این سال زن میتیم، سال دیگر متاسفانه نتونستم، برگرد، من انشاءالله همین سال خانه دارت میکنم. اون جوان در جوابش با پدرش نوشته است، گفته است که پدر محترم، 10 سال است که من در روسیه کار کرده ایستادم، کم و بیش برات مبلغ فرستادم هر چقدر که میتونستم. 22 ساله شدم خانه‌دار نکردی، 23 ساله، 24، 25 ساله شدم، مشکلت بود نتونستی، خودم هم نتونستم زن بگیرم. حالا دیگر گرفتار چند بیماری شدم در روسیه، دیگر ضرورت به زن گرفتن ندارم، دیگر نه مالت فروش، نه خانه و درت فروش، به من دیگر زنم لازم نیست. من دیگر حاضر یک نیت کردم که به شهادت برسم و پروردگار در عوض این شهادت به من در بهشت 72 حور هدیه کند. از این زن این دنیا من دیگر دست کشیدم، دنبال حورهای جنت هستم. برای چین حرف نوشته است؟ برای آنکه کدام نفر گفته است که اگر این کار رو انجام دادی، اگر به شهادت رسیدی، در عوضش برای تو حورهای جنت وعده شده است. یعنی ببینید از نقطه ضعف یک جوان تاجیک چگونه استفاده کردن. جوانی که از زندگی محروم، از پدر و مادر محروم، از همه چیز محروم شده است، دیگر زنم براش ندادند، بیمار شده است در روسیه در نتیجه این کارهای وزنین و سردی هوا، از همه زندگی این دنیا دلسرد. کدام یک نفر گفته است که اگر این کار را انجام بدهید، چون خودش اون جوان دانش عمیق دینی ندارد، گرفتار این گونه تبلیغات ها شده است و دیگر در آرزوی برآورده کردن این خواسته ها و این نیازهای بشری دنیایش در آخرت دست به این کارها میزنند. چرا اون جوان ها میرن خودشون رو میترکنند؟ جوان 25 ساله وقتی که میاد خودش رو در بین یک گروه از مردم میترکاند، دست به خودکشی میزند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه به او گفتن در این دنیا هیچ چیز رو ندیدی، ولی ما در عوض این کار برای خودت چی رو وعده میدهیم؟ تمام این خوشی های بشری رو در اون دنیا برایت وعده میدهیم. و این جوان محروم از همه چیز، از مکتب عالی، از دانش، از معلومات، از جای کار، از پدر و مادر، از زندگی خوب، دست به این کار میزند. چرا ما ریشه مشکلات جوانان رو در این جستجو نمیکنیم، بلکه با یک قرار پروکراتور یا سود عالی 10 ها و 100 ها
شاید هزارها جوان تاجیک را اکستریمیست اعلام میکنیم. آیا ما یک بار فکر کردیم که دنبال پیدا کردن و حل سببهای این مشکلات باشیم؟ طبیب حاذق بیماری را تشخیص میدهد و دنبال علاج میشود، ولی پیش از همه چیکار میکند؟ میگه من این کسلی تو رو حالا با چند دارو تسکین میبخشم، ولی برنامه ریزی میکند که سببهای پیدایش این بیماری رو ریشه کن کند از بدن این انسان. چون میداند که اگر این سببها، این اینفکسیا، ویروس در بدن این انسان باشد، بعد 1 سال باز از نو خروج میکند. ما همون دولت مردان امروزه تاجیکستان دنبال دادن این آنتیبیوتیک هستیم به مردم. میخوایم با آنتیبیوتیک کسلی مردم رو 1 سال دیگر تسکین بخشیم، ولی هیچ وقت فکر نکردیم که بیاید این مشکلات رو از ریشش پاک کنیم، ویروس رو در جامعه از ریشش برداریم. از ریشه برداشتن این ویروس اکستریمیسم و افراطگرایی چی است؟ دادن حق مردم است، حق سیاسیش، حق اقتصادیش، دادن آینده برای جوانان هست. اگر این کار را کردید، مطمئن باشید چه جامعه شما دینی هست، دنیوی هست، کمونیستی هست، مسیحی است، در این گونه جامعه ثبات و آرامش برقرار خواهد بود.